درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. ویدیوی امروز درباره اینه که چجوری اکانت دریم لیگ را از گوشی به گوشی دیگری منتقل کنیم یا از گوشی دیگری به گوشی خودمان منتقل کنیم. و ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارید، کانالمون هم ساب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای بنده با خبر شوید. بریم سراغ آموزش. بچه ابتدا این گزینه تنظیمات رو میزنین، سپس ادوانسد و گوشی که اکانت در آن گوشی هست این گزینه رو میزنه و بعد سنترال کد رو میزنه و کد در اینجا میاد و این کد رو کپی میکنه. کد رو که کپی میکنه برای آن گوشی که میخواد اکانت رو به اون گوشی منتقل کنه میفرسته و صاحب اون گوشی که میخواد اکانت رو از گوشی دیگری به گوشی خودش منتقل کنه این گزینه رو میزنه و بعد اون کدی که اون صاحب اکانت براش فرستاده اینجا وارد میکنه و بعد که وارد کرد این گزینه سبز رو میزنه و بعد اکانت میاد روی گوشیش. ولی حالا نکته اینجاست، اکانت که اومد روی گوشیتون حواستون هم به این نکته باشه که وقتی اکانت اومد روی گوشیتون باید دوباره اینو بزنین و در اینجا یک چیز دیگه مانند همین نوشته و کنارش هم یه زبدره که اون مشخصات گوشی صاحب اکانت قبلی است و شما باید اون زبده رو بزنین تا صاحب قبلی اکانت دیگه دسترسی به اکانت نداشته باشه و آنگاه با موفقیت اکانت روی گوشی شما هست و صاحب قبلی هم دسترسی به اکانت شما نداره و نمیتونه اکانت رو به گوشی خودش برگردونه. تا آموزش بعدی، خدا یار و نگهدارتون.